سالیان ساله که این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران مطرح شده، چه از طرف کشورهای مثل آمریکا مطرح شده. حالا ترامپ خصوصیتش جنگ طلبانه است. به نظر من حتی الامکان بهانه و مترصدی به این چیزها داده نباید بشه که بتونه سوء استفاده بکنن ازش و مردم رو درگیری با جنگ و مسائل آنچنانیش بکنن. از نظر بنده باید آقایون برن پشت میز مذاکره ببینم چی میگن. بهتره. حتی اگر بنا باشه وقتی خریده بشه، بهترین سوژه برای خریدن وقت برای 4 سال بعدی آقای ترامپ پشت میز مذاکره است. اونا با تحریماشون مردم رو تهدید میکنن، اینا با ناکارآمدی و بیکفایتی. من امیدوارم، من از امریکایی انتظاری ندارم. من آقای ترامپ اگر بیاد نمیدونم تنگه هرمز ما رو با هر وسیله‌ای، با توپ و تانک و اینا وازش بکنه، من از اون انتظاری ندارم، ولی از مقامات ایرانی انتظار دارم و طرف صحبتم هم فقط با ایناست که میتونن با جلب رضایت مردم یه پایگاه مردمی محکم پشت خودشون بسازن و تمام تهدیدها رو میتونن با همین موضوع، با همین در واقع دستاورد بتونن رد بکنن.